سرخط خبرها. بازداشت مهاجران برای مناقشه در مسکو، $59 برای هر کم بضاعت و هشدار سازمان ملل از افزایش فقر در تاجیکستان. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 26 اکتبر است. آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که در کشور هوا نامساعد شده در بعضی ناحیه‌ها با استثنای منطقه‌های شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان باران با شدت می‌بارد. با اطلاع منبع شروع از امروز تا 27 اکتبر در ناحیه‌های پنجکند، شمس‌الدین شاهین، رشت و سنگوار و درواز احتمالی سر زدن سیل در نظر است. در رابطه با این کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواهش نموده است که هنگام چرانیدن چاروا در چراگاه‌های کوهی احتیاطکار باشند و برای پیشگیری از سوختار اسباب‌های برقی را تفتیش کنند. همچنین رانندگان هنگام حرکت در ناحیه‌های کوهی باید سرعت حرکت را رعایت نمایند، زیرا با تاکید کمیته احتمال ریزش سنگ و آمدن سیل زیاد است. تلویزیون فدرالی روسیه RNTV از مناقشه گروهی مهاجران خبر داده است که شام 24 اکتبر در یک ساختمان روی داده است. در پی مناقشه کارمندان پلیس 29 نفر را دستگیر کردند. با اطلاع این تلویزیون بازداشت شده ها مهاجران تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه بوده با پلیس سبب مناقشه را به مناسبت‌های خشونت‌آمیز ربط دادند. اشتراکچیان زن و زنی را فعلا با اتهام مایده‌افباشی به جوابگری مأموری کشیدند و مقامات از ادامه تفتیشات خبر داده است. با اطلاع RNTV کسی در این زن و زنی آسیب جدی نبرداشته است. تفصیلات دیگر و شخصیت مناقشه کنندگان فعلا دسترس نیست. مناقشه مهاجران در حال صورت گرفته است که روسیه مجازات مهاجران را برای اشتراک و همراهی در زن و زنی‌های دست جمعی سخت‌تر کرده است و به آنها می‌تواند اخراج از کشور تهدید کند. خواجگیداران ولایت ختلان از حاصل فراوان پخته خبر می‌دهند. موسم پخته چینی را عادتاً زنان دهات منتظرند تا توانند از پخته چینی مبلغی به دست بیارند. گزارش همکاران ما در این باره است. امسال هوا گرم آمد و این سبب کم حاصلی در خواجگی‌های کشاورزی در جنوبی تاجیکستان شده است. خواجگیداران در صحرا پخته را جمع آوری دارند تا نقشه اجرا شود. در این خواجگی دهقانی در ناحیه جلال‌الدین بلخی که در 60 هکتار پخته‌زار دارد، سال گذشته ماه اولی پخته چینی نقشه اجرا شد. ولی این سال خواجگیداران از کم حاصلی نگرانند. خیلی میشه واسوزای اما گرمی دیگه شونا پرتوفت اکازیره اینا کورکو پختیستن. پخته‌کاران در ختلان باید حاصل پخته را بر اساس شرطنامه به شرکت‌های فروشنده که از اول بهار در کشت پخته تا جمع آوری حاصل به آنها سرمایه گذاری کردند. این شرکت‌ها خراجات خود را که به خواجگی‌های پخته‌کار صرف کردن حساب می‌کنند و از آنها پخته می‌خرند. همه اوزیقوشه اما چی میتیاد است مویل سامانی میتیاد داروش هم سلرگش هم جفت تو اخیره یاردم میکنند. در جنوب تاجیکستان خواجگیداران نمیتوانند مستقیم پخته‌شان را کار کرد و بفروشند. شرکت‌هایی هستند که تن کار کرد و صادراتی پخته را دارند. نمایندگان این شرکت‌هایی که پخته را از ختلان به خارج صادر می‌کنند حاضر نشدند با ما صحبت کنند. مشکل دیگری پخته‌کاران باران‌های تیره‌ماهی است که به صفت محصولات آسیب می‌رساند. در دوران شوروی و چند سال اول پس از فروپاشی آن پخته در بعضی خواجگی‌ها با ماشین‌های پخته‌چینی جمع آوری می‌شد. خواجگیداران می‌گویند که ماشین‌های پخته‌چین خرج زیاد دارد. تراکتور باشد هم ساز میشد لیکن مردم دیم حاضر کمتر سوم در کار ده دست خط باشد هم تراکتور خطی هم میشه تراکتور سومش لیکن همش تراکتور میگیرد تمام. خواجگیداران میگویند وقتی ماشین‌های مخصوص پخته را جمع آوری می‌کند زنانی که از اولی بهار در پخته‌زار کار می‌کنند بیکار میمانند. نگینه دولت و زن با سابقه 20 ساله پخته‌چینی از ناحیه عبدالرحمن جامی خوشحال به نظر می رسد. اگر او 100 کیلو پخته چیند
شام برای هر 1 کیلو 1 سامانی میگیرد. 30 است 20 کیلو میچینیم. دامسری ترازو پمون میتیاو آبید میتیامونه. این زنان پختچین از اولی ماه اپریل در پختزار کار میکنند. درآمد آنها در کاری که 7 ماه دوام میکند همین حاصلی پخته است. لباس میخریم. اما خانه در چیزی در کار باشه ما را گرفته استیم. پختچین ها در 2 ماهی که پخته را جمع آوری میکنند از 1000 سامانی تا 3000 سامانی پول کار میکنند. درآمد دیگری آنها غوزه پایه برای هیزم است. برای 1 کیلوگرم پخته چیده شده در ختلان 1 تا 1 سامانی و 20 دیرم. بانک آسیایی رشد برای حمایت اقتصادی تاجیکستان 50 میلیون دلار گرانت و یا یاری مالی به بازگشت تقدیم کرد. اکنون تاجیکستان عهدهدار می شود که از این گرانت 600 سامانی یا 59 دلاری به 250,000 اویله‌های کمبیزات پول بدهد. در بیانیه دفتر این سازمان در دوشنبه که روز 24 اکتبر دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود این یاری مالی به خاطر کم کردن آثار منفی اقتصادی است که از حمله روسیه به اوکراین به میان آمد. یوگنی ژوکوف رهبر منطقه آسیای مرکزی و غربی بانک آسیایی رشد گفته است اقتصاد تاجیکستان که نسبتا خرد است و نفت را از خارج وارد میکند از جنگ سخت آسیب دید. با تاکید او یاری مالی تاثیر منفی بالاروی نرخ مواد خوراکواری، سوزشواری و کم شدن پولهای انتقالی مهاجران را کاهش خواهد داد. بنابر شرط‌های این یاری مالی تاجیکستان عهدهدار شده است که به 250,000 اویله‌های کمبیزات کمک مالی رساند. همچنین از این گرانت قرار است تاجیکستان توسط 2 بانک دولتی به خواجگی‌های دهقانی و شرکت‌های بخش خدمت‌رسانی و تجارت قرض‌های امتیازدار بدهد تا اینکه آنها استوار باقی مانند و کارمندان را اختصار نکنند. این بار اول است که سازمان‌های بین‌المللی شریک تاجیکستان اعتراف کردند که اقتصاد کشور از حمله به بهانه روسیه به اوکراین زیان دید. ضمناً بنا به تحلیل‌های نوی سازمان ملل متحد در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین احتمال است 1.3% کودکان تاجیک و 0.5% کلانسالان با کمبیزاتی روبرو شوند. خزینه کودکان سازمان ملل یا اینکه یونیسف در یک گزارش ویژه خود تاثیر جنگ روسیه و اوکراین را به کودکان اروپای شرقی و آسیای میانه تحقیق کرده از نتیجه آن گزارش داده است. مؤلفان گفتند که در نتیجه این جنگ احتمال بیش از 75,000 نفر از تاجیکستان علاوه به صف کمبیزاتان وارد شوند. همچنین بیش از 50,000 کودک علاوه به کمبیزاتی روبرو شده، فوت کودکان نوزاد 169 نفر زیاد می شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 26 اکتبر خبر می دهد. 26 اکتبر سال 2016 پارلمان تاجیکستان بر اساس قانون بحث برانگیز پیشوای ملت با تأسیس فوند پیشوای ملت راه گشود. این قانون 2 سال بعد به تصویب رسید و بنابر آن قرار است بعدی از مقامش رفتن رئیس جمهور همه ساله به فوند پیشوای ملت 0.2% پول بودجه روانه گردد. قانون میگوید این مبلغ‌ها به کارهای خیریه خرج میشوند و تنها به پیشوای ملت تعلق دارند. قانون پیشوای ملت را برای تأمین یک عمری رهبری امامعلی رحمان در قدرت همچون یک قرار غیر دموکراتی انتقاد میکنند. گزارش داده نشده است که حالا این فوند وجود دارد یا نه و سرمایه آن به چی ها صرف می شود. 26 اکتبر سال 1952 آوازخوان تاجیک مستانه ارگا شود تولد شده است که بیشتر با اجرای 6 مقام سهمش در تأسیس و رشد دسته دختران دوتار نواز معروف شده، ده ها شاگرد را در کنسرواتوری ملی تربیت کرده است. هنر او را میرزا ترسونزاده ستایش کرده است و خود او گفته است هیچگاه مدح اثران نبود و به سراییدن زنده نه فناگرام برتری میدهد. 26 اکتبر سال 1950 زادروزی آوازخوان تاجیک دولتمندی خال است. دولتمندی خال از روی پیشه معمار است، اما به گفته هنرشناسان عمر خود را صرف بنیاد کاخی فلک کرده است و در نیمه سالهای 1970 به صحنه آمده با صدا و آهنگ‌های خاصش شهرت یافت. اکثر آهنگ‌هایش با محبت و اشعار مولانا رومی ایجاد شدند. او هنرمندی مردمی تاجیکستان بوده، راهبری دسته دولتی فلک را به عهده دارد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبر و ویدیوهای بیشتر رو در سامانه ما با نشانی www.azadi.org بخونید و تماشا کنید. خدا نگهبانتان.